سلام بچه ها، خوش اومدین به این ویدیو. تو این ویدیو ما توی یک چانک توان شدیم که هر لایه از این چانک یه چیز رندومه، پس بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. راستی لایک و کامنت و سابسکرایب بیادتون نره. خب ما اینجا 2 تا ویلیجر داریم و 2 تا هم کوه و اینجا هم یه دونه درخت هست و یه دونه هم چست. توش 2 تا ابزار داریم، یه دونه تبر و یه دونه هم کلک. اینجا هم سازنده مپ رو اسمشو نوشته. من چوب ها رو جمع میکنم و میام. من الان اینجا رو چند تا فنس کشیدم و میرم اون پایین با اون چوب ها رو میزنم. اینجا رو هم به خاطر این فنس میکشم چون مالهای ماینکرافت خیلی باهوشن. اینجا رو فنس کاری میکنم دورشو و میام. خب من اینجا رو فنس کاری کردم و الان نقشه‌ای که دارم میخوام برای این ویلیجرها یه بیس کوچولو بسازم. الان هم چوب ها رو اسلپ میکنم. وای چوب ندارم که، پس میرم پایین و چوب ها رو میکنم و میام و خونه رو میسازم. اینم از بیس کوچولوی ما، ولی این ویلیجر هم اومد رفت افتاد تو استون جنریتور و مرد تازه کنارش هم فنس کشیده بودم ولی فنس ها آتیش گرفتن و افتاد مرد. راستی پایین تر هم رفتم و شیشه و لاوا آوردم تا این خونه رو بسازم و چند تا هم آهن آوردم تا استون کاتر درست کنم تا استون ها رو به پله تبدیل کنم و این بیس رو بسازم. گله این ویلیجر رو ازش گرفتم چون کشتمش و میزنیم جلو در خونه. اگه هم این مدها رو خواستی تو کامنت ها بگید تا براتون بذارم. حالا هم میرم پایین تر تا هم غذا بردارم و هم دایمن با آپسیدین بردارم و برم ندر. میدونم زوده ولی خب خوب نیست ولی خب اینم از دایمنت ها. خب دایمند هوایی که میخواستم رو برداشتم. الان هم میتونم فول دایمند بشم. الان هم از این آپسیدین ها برمیدارم بالا پورتال رو میسازم. فعلا خدافظ. سلام دوباره. الان این پلتفرم رو برای این ساختن این سقف هم زدم که رد و برق بهش نزنه بمیره. الان هم پورتال رو با لاوا روشن میکنم. هنر میبینم تون. الان پورتال رو ساختم و میرم به ندر. خدا کنه جای خوبی اسپان شینیم. جای بدی اسپان نشدم. خب یه عکس هم از آدرس اینجا میگیرم که گم نکنم. خب الان با این طلاها یه کلاه طلایی میسازم که پیگلین ها پارم نکنن. پس با آهنگ همراه بشید و بریم دنبال فورترس. روزه که من از تو خبر ندارم، رفتنت رو یه جور
خب بالاخره فورترس رو پیدا کردم. بریم سراغ بلیس ها. این عکس هم میگیرم، شاید بازم اومدم اینجا. سنگ نزن به شیشمون میفهمن. خب من این بلیز را تا رو گرفتم و میرم به ارد. شب شده خونه دنبال تو میگردن. خب من رفتم و 10 تا بلیز رات گرفتم و الان هم میرسیم پایین، چون فکر میکنم پایین یه دونه پورتالنت هست. وسایل لازم رو هم برمیدارم، مثل تیکمون، تیر و سطل آبشون لازمم میشه برای کشیدن دراگون. بس بزن بریم. لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادت نره، تا لایک نکنی نمیرم. پورتال رو روشن کردم، الان هم میرم وسایل لازم رو میارم، چون خبر رسیده بیا و لایک کرده. خب اینم از اون دراگون. آخ جون ایکس پی ها تو بده یام کنم. خب تخم دراگون رو هم بر میدارم و میرم خونه. بعدن هم میرم دنبال الایترا. فعلا خدا فضاهند. خب به همین راحتی بازی رو تموم کردیم. این نصف ایکس پی های دراگون اینجا بونه به. الان نقشه ای که دارم اینه که اینجا یه دونه پلتفرم بسازم تا درخت هامو توش رشد بدم. الان هم سنگ هامو اسلپ میکنم و میسازمش. و از این درت ها هم بر میدارم تا درخت رو رشد بدم. بعدن هم اینجا ماس بلاک میزنم. خب کار من اینجا تموم شد، همه چی هم گذاشتم. خب اینها رو میزنم و چرمشون رو بر میدارم و قاب میسازم و میزنم اتاق خونه. خب اینم از این. این بر هم میخوام پلتفرم بسازم که توش ماب اسپان بشه، چون میخوام منجون بسازم تا زامبی ویلیجرها رو درمان کنم و زیاد بشن. برای منجون چند تا چیز میخوایم، مثل گان پدور که از کریپر میگیرم و قارچ هم میخوام و به ندر هم میرم تا قارچ بیارم و شوگرکین هم میخوام که از وانترین تریدر میگیرم و منجون رو میسازم. خب الان اومدن ندر تا قارچ ببرم.
خب قارچ ها رو برداشتم و این کله لاما رو میزنم اینجا تا خوشگل بشه. الان هم میشینم اینجا تا واندرین تریدر بیاد. بیدار شد. دن 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 دن. کاش میشد میگفتی بدونم من چه کردم وقتی قهری با من با کی بگردم. کاش میشد میگفتی بدونم من چه کردم وقتی قهری با من با کی بگردم. تو اگه با من غری من که آشتیم گل هر شهری عمری کاشتیم. اگه بری از پیشم باز دوست دارم دوباره فدات میشم 100,000 بارم. تو اگه با من غری من که آشتیم گل هر شهری عمری کاشتیم. اگه بری از پیشم باز دوست دارم دوباره فدات میشم 100,000 بارم. من دیدم خبری از وانترین تریدر نیست اینجا و ساختم و تورچ ها رو برداشتم تا ما به اسپان شهر. 70 روزه که من از تو خبر ندارم رفتنت رو هیچ جور هیچ وقت. خب وانترین تریدر اومد ولی ندیدم چی آورده. ای بابا تو که هیچی نداری ولی این گل ها خوبن تو شب روشن میشه تازه هم به بازی اومده. خیلی اتفاقی 2 تا طناب و یه دونه کله وانترین تریدر اومد دستم. خیلی اتفاقی بود. خیلی اتفاقی. خب خبری از وانترین تریدر نشد و من خواستم دیگه پارت 1 این ویدیو رو تموم کنم و برای پارت بعدی بذارم. لطفاً ساب کن. خیلی زحمت کشیدم سر این ویدیو صدا رو هم با هوش مصنوعی ساختم. لطفاً حمایت کنی من هم یه میکروفون بگیرم و با صدای خودم و بهتر ویدیو درست کنم. خیلی زحمت کشیدم. لطفاً حمایت کن. پارت بعدی هم 100% میسازم. وای راستی اینجا رو هم خالی کردم. میخوام اینجا رو 20 خودم کنم. اینم از وزین اینطوری من هست. خیلی ممنون میشم حمایت کنی. ممنون که کل ویدیو رو دیدی و تا اینجا اومدی. فعلا خدافظ. مواظب خودت هم باش.